فکر کن یه هواپیمای بدون سرنشین بالا سرته، بدون هیچ صدایی پرواز میکنه و بدون اینکه کسی پشتش باشه یه تصمیم میگیره بزنه یا نزنه. نه دلی داره، نه وجدانی داره و نه ترس و نه حتی هیچ شک. فقط و فقط یه الگوریتمه. اون الگوریتم میتونه مرگت رو امضا بکنه. این فقط یه فیلم علم تخیلی نیست، این یه واقعیت به تمام معناست. سلام، من علی ریحانی هستم و خیلی خوش اومدی به کانال پیشتک. امروز قراره با هم بریم سراغ پروژه هایی که دولت ها و کشورهای مختلف نمیخوان دربارشون متوجه بشین. پروژه هایی که هوش مصنوعی رو تبدیل کردن به یه سلاح کشنده و مستقل و کاملا بی‌رحم. سال 2017 پنتاگون پروژه‌ای به اسم پراجکت میون رو راه اندازی کرد. هدفش ساده بود: استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و تحلیل تصاویر پهپادی. ولی کم کم این AI فقط یک چشم نبود، بلکه تبدیل به یه مغز شد. مغزی که خودش تصمیم میگرفت چی تهدید حساب میشه و چی نه. یا اسرائیل یه سلاحی ساخته به اسم هارپی، یه پهپاد خودکشی کننده که به صورت خودکار رادار دشمن رو شناسایی میکنه، میره بالا سرش و خود به خود منفجر میشه بدون اینکه کسی دکمه‌ای بزنه یا فعالش بکنه یا هر چیز دیگه. چین چطور؟ گزارش هایی هست که ارتش چین داره روی سیستم هایی کار میکنه که میتونن بدون نیاز به انسان عملیات کامل جنگی رو مدیریت بکنن. بذار یه چیزی ازت بپرسم: اگه هوش مصنوعی توی جنگ باشه و یه اشتباهی انجام بده و یه کودک رو با یک تروریست اشتباه بگیره، کی قراره پاسخگو باشه؟ گزارش‌های جدیدی هم از یمن و سوریه اومده که میگن حملات با پهپادها با کمک سیستم‌های نیمه خودکار انجام شدن و قربانیاش بیگناه بودن. اگر اخبارم دنبال کرده باشید، ایلان ماسک گفته و بارها و بارها هشدار داده که AI خطرناکتر از بمب اتمه. ولی چرا کسی گوش نمیده؟ چون پشت این پروژه ها میلیاردها دلار پول خوابیده. و یه چیز ترسناکتر اینه که توی آزمایشگاه فیسبوک 2 AI شروع کردن با همدیگه صحبت کردن به یه زبان خاص و مخصوص، زبانی که حتی دانشمندا هم اون رو متوجه نشدن. سریع خاموششون کردن، ولی اون لحظه نشون داد که AI و این موجودات میتونن چقدر خطرناک باشن و حتی از کنترل خارج بشن. فکر کن 10 سال دیگه یه جنگ جهانی راه بیفته و هیچ انسانی توی هیچ میدان جنگی وجود نداشته باشه. یه صحرای کاملا بزرگ، یه ارتش از ربات‌ها در مقابل هواپیماها و تانک‌ها و الگوریتم‌هایی که خودشون تصمیم میگیرن چه شهری رو بمبارون کنن، کی زنده بمونه، کی زنده نمونه و کدوم کشور به غارت بره یا نه. این سناریو به اسم LAWS معروفه. سازمان ملل گفته باید جلوش گرفت، ولی کدوم کشوری حاضر میشه این فرصت عجیب غریب و قدرتمند رو نداشته باشه؟ روسیه هم رسما اعلام کرده که دنبال ارتش AI. آمریکا داره روی پروژه کار میکنه و اون رو داره اجرا میکنه تا هزاران پهپاد هوشمند رو تولید کنه که خودشون حمله بکنن. قطعا کشور چین هم اصلا بیکار نیست و داره توی این راه قدم برمیداره. حالا ممکنه بگی خب هنوز AI مثل ما فکر نمیکنه، شاید هیچ وقت هم نکنه. درسته، اما مشکلی که هست اینه که این سیستم ها مثل ما شک نمی کنند، از چیزی نمی ترسند، سوال نمی پرسند، رحم نمی کنند و برای اونا یه صورت فقط یک هدفه. هیچ ترسی رو درون اون صورت نمی بینند. اگر بگن شلیک کن، شلیک میکنه. اگه بگن نابود کن، نابود میکنه. و این یعنی ما داریم کنترل مرگ و زندگی رو از انسان ها میگیریم و میدیم به دست الگوریتم ها و کد هایی که شاید خیلی همون هنوز اونا رو متوجه نمیشیم. الگوریتم هایی که ما حتی خودمون اونا رو به صورت کامل نمیفهمیم و حتی دانشمندان هم هنوز اطلاعات کافی در مورد اینا ندارن. دنیا داره عوض میشه. قرار نسل بعدی جنگ ها نه با بمب باشه و نه با موشک،
بلکه فقط کد و دیتا و 0 و 1. سوال مهم اینه که آیا ما داریم وارد دنیای امنی میشیم یا اینکه داریم آخرین اشتباه بشر رو مرتکب میشیم. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید و حتما اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، حتما زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اگر اومدن شما اولین نفری باشید که این ویدیوها رو میبینید. اگر دوست دارید در ویدیو بعدی در مورد AI های چینی صحبت بکنیم و چیزهایی که چینی‌ها دارن میسازن و دنیا رو متحول میکنن، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، اون ویدیو رو براتون آپلود میکنم. خداحافظ.